سلام و ولاگ جدید من خوش آمدید و امیدوارم که جور و صحتمند باشی و امیدوارم روزهای قشنگ تابستانه و خیر سپری کنید و ساعت‌ها و روزهای خوبی در پیشروی داشته باشی و ایام محرم هم تسلیت میگم. امیدوارم تمام نظر و نیاز و دعایتان در این ماه مبارک قبول حق باشه و مورد دعایتان فراموش نکنید و تصمیم دارم در این ولاگ یک کمک حلوا پخته کنم و امیدوارم خدا جان قبول کنه و با من همراه باشید تا یک کمکی حلوا پخته کنم. کریم در داخل فریزر گذاشتم، محترم یخ زده. خوب همین رقمی تفت میدیم که رنگ آرد عوض شده و کامل که عوض شد. شیرش هم درست کردم و الان کم کم شیرش در آرد اضافه میکنم. وقتی که شیره آرد درش اضافه میکنید زیرش رو خیلی کم کنید که سر دستتان نپره، چون آرد داغ کنید شیرش بنزی بسیار هم داغ است هم باعث میشه که بپره. حلوای ما به این صورت شد. حالا میمانیم که دم بکشه که خوب پخته شده. خب دوستای عزیز، گذاشتیم تقریبا 10 دقیقه دم بکشه. البته 10 دقیقه هم کافی است چون آرد ما تفت داده بودیم پخته شده بود. الان دیگه خود حلوام پخته شده، خوب دم کشیده. نگاه کنیم چه رقمی شده. از حلوای ما کمکی مزه کنم. مزهش خوب شده. البته شیرینیش همجوری چشمی انداختم، زیاد گرم و اندازه نمیندازم، بیشتر چشمی میندازم و خواستم یه قابچه شوه. خدا جان قبول کنه بخیر و نظرم که خوبش شده.
پودر نارگیل تزیینش میکنیم. به رقمی شد حلوای ما. خب عزیزای دل، یه هم شد از حلوای ما. امیدوارم که خداوند تمام نرزهای ما شما رو در این ماه عزیز قبول کنه و تمام عزاداری و دعای شما به دربار حق قبول باشه. تا ولاگ بعدی شما رو به خدای منان میسپارم. روز و شبتان قشنگ. خدا.